پرونده‌ای که براتون آوردم در مورد قتل مردی به اسم ابراهیم توی مشهده. داستان این پرونده یه جنایت هولناکیه که نه تنها یه قاتل نداره بلکه 4 تا قاتل داره. شمایی که دارین این ویدیو رو میبینین و از این نوع محتوا خوشتون میاد، لطف کنین کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. ممنونم ازتون. خب بریم پرونده رو یه نگاه بندازیم ببینیم که واقعا داستان چی بوده. در تاریخ 5 خرداد ماه سال 1402 چند نفر از اهالی منطقه زوشک مشهد که برای تفریح کنار چشمه گلگلی رفته بودن یه بوی خیلی بدی رو استشمام میکنن. پا میشن دنبال بو میگردن. داخل یه گودال یه جسد نیمه سوخته یک مرد رو پیدا. اونا فوراً با پلیس تماس میگیرن. مامورا بعد از اینکه به محل حادثه میان همه چی رو بررسی میکنن. حالا جنازه رو با خودشون میبرن به پزشکی قانونی و چند روزی درگیر شناسایی هویت جنازه میشن. اما جسد شناسایی نمیشه و تنها مشخصه بارزی که داشته یه خال گوشتی پشت کمر جسد. در این حین پسری به اسم محمد گزارشی رو به پلیس میده که پدرش به اسم ابراهیم که هر هفته به کوه میرفته این بار هم با دوستاش به کوه رفته ولی هنوز به خونه برنگشته. پلیس با محمد تماس میگیره و مشخصات بیشتری از ابراهیم میخواد و توی مشخصات بارزی که داشته از پدرش میداده به خون خال گوشتی روی کمر اشاره میکنه. حالا پلیس از محمد میخواد به اداره پلیس بیاد تا اگر اون جنازه ابراهیمه محمد اونو شناسایی کنه. محمد به اداره پلیس میاد و جسد پدرش رو شناسایی میکنه. مقتول ابراهیم 62 سالشه. راضیه همسر مقتول به پلیس میگه که آخر هفته دوستای ابراهیم دنبالش اومدن و با هم دیگه به کوه رفتن. مامورای پلیس هر 5 تا رفیق مقتول رو به اداره پلیس صدا میزنن. هر 5 نفر انکار میکنن که حتی به کوه رفته باشن، چه برسه به اینکه بخوان دنبال ابراهیم رفته باشن و با هم دیگه راهی کوه شده باشن. حالا اینجا پلیس تو حرفای راضیه همسر ابراهیم تناقض آشکاری پیدا میکنه و یه سرنخ جدید میشه که تمرکز خودشونو روی راضیه میذارن. یه مقدار برمیگردیم به قبل، به 26 سال پیش. راضیه و ابراهیم بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن طبق قول و قرار خانواده‌شون با همدیگه ازدواج کرده بودن. این ازدواجی کاملا سنتی بوده و راضیه از اول این ازدواج اصلا از ابراهیم خوشش نمی اومد. اونا بعد از 2 سال به اصرار ابراهیم بچه دار میشن و محمد حاصل این ازدواجه. بعد از بررسی‌های بیشتر مشخص میشه که راضیه 5 سال پیش درخواست طلاقی داشته که از شوهرش ابراهیم جدا بشه. ابراهیم هم که فقط و فقط زندگی کار میکرده و زندگی زناشویی و کار کردن میدونسته. همون خونه‌ای که داخلش مستاجر بودن و با کار کردن زیاد موفق به خریدنش شده بوده به نام راضیه میزنه که شاید قائل ختم به خیر بشه. اما دعوای این 2 نفر ادامه پیدا میکنه تا جایی که روی همدیگه دست بلند میکنن و ابراهیم چند باری راضیه رو میزنه. محمد پسرشون توی دانشگاه اصفهان قبول میشه و پا میشه میره اصفهان برای درس خوندن. حالا راضیه یه ذره فضای بیشتری داره، شوهری داره که ازش ناراضیه و خونه‌ای که خالیه. اونا یه باغ هم داشتن. باغشون یه باغبون داشته به اسم حسن. راضیه چند باری که به باغ میره و میاد با حسن یه ارتباطی میگیره. رابطه‌شون با حسن بیشتر میشه تا روابطشون به روابط جنسی میکشه. بارها راضیه و حسن همدیگه رو داخل باغ میبینن، چون که راضیه نمیتونسته هر بار تا باغ بره و چند ساعتی رو با حسن وقت بگذرونه. به حسن میگه یه راهی پیدا کردم که میتونی تو بیای خونه پیش من. محمد که دانشجو اصفهانه قرص خواب آور سنگینی هم تهیه کردم میدیم به ابراهیم میخوره. ابراهیم که خوابید با هم دیگه به کارمون میرسیم. اونها بارها این کارو میکنن. قرصای خواب سنگینی میدن، ابراهیم میخوره و اینا با هم دیگه رابطه داشت داخل همون خونه‌ای که ابراهیم خواب بوده. رابطه بین راضیه و حسن کم کم صمیمیتش بیشتر میشه و راضیه شروع میکنه راجع به شوهرش برای حسن تعریف کردن. اذیتم میکنه، کتکم میزنه، رابطه جنسی خوبی نداریم و حسن جوگیر این وسط به راضیه میگه که هر کاری لازم باشه میکنم تا تو رو از دست اون مرد نجات بدم. حسن فرصت طلب نگاه میکنه میبینه باغی وجود داره، حساب بانکی وجود داره، علاوه این که خونه به اسم راضیه است. حالا راضیه از حسن میخواد که توی قرار ملاقات بعدیشون که به خونه ابراهیم اومد و ابراهیم رو با قرص خوابوندن ابراهیم رو بکشه. حسن همین موضوع رو قبول میکنه.
تو تاریخ 28 اردیبهشت یه بار سعی میکنن که ابراهیمو بکشن، اما دارویی که ریخته بوده کم بوده و ابراهیم نیمه هوشیار بوده و حسن تصمیم میگیره که داستان این کشتن رو به جلسه بعدی بندازه. قرار بعدیشون میشه برای 1 خرداد. حسن به خونه راضیه میره، راضیه ابراهیمو کاملا بیهوش میکنه، قرصای زیادی داخل غذاش میریزه. حسن از قبل با 2 از اقوام خودش به اسم مجید و مجتبی هماهنگ کرده و اونا هم میان کمکش، چرا که ابراهیم جثه بزرگی داشته و تقریبا ورزشکار. مجید پاهای مقتولو میگیره، مجتبی بدنشو میگیره و حسن با 1 کیسه پلاستیک بزرگ مشکی سعی میکنه اونو خفه کنه که موفق به این کار هم میشه. بعد از اینکه قتل ابراهیم رو انجام میدن، اون 3 نفر جنازه رو به ماشین حسن انتقال میدن. مجید و مجتبی از حسن جدا میشن. حسن جنازه رو به کنار چشم گلگلی میبره و اونجا داخل یه گودال میندازه، روش بنزین میریزه و اونو آتیش میزنه. حالا برمیگردیم به اداره پلیس. راضیه زیر همه چیز میزنه و کلا چیزی رو گردن نمیگیره. بعد از اینکه سوالای خیلی تخصصی تری ازش پرسیده میشه به همه چیز اعتراف، اما سعی میکنه که تقصیر رو گردن حسن بیاندازه. اون به پلیس میگه حسن میومد خونم، روی تخت خواب همسرم بهم تجاوز میکرد. راضیه اطلاعات حسن، مجید و مجتبی رو به پلیس میده. پلیس هم بعد از تحقیقات لازم این 3 نفر رو دستگیر میکنه و به اداره میاره. اظهارات حسن برعکس اظهارات راضیه اینه که اون با رضایت خودش با من وارد رابطه شده بود و راضیه از من درخواست کرد که شوهرشو بکشم. داخل اداره پلیس مشخص میشه که یه بند انگشت حسن نیست و وقتی که داشته ابراهیمو خفه میکرده، ابراهیم با تمام قدرت شست دست اونو گاز میزنه و یه بند انگشتشو میکنه، اما حسن و مجید و مجتبی موفق میشن که اونو به قتل برسونن. حالا بازجویی‌ها اتفاق افتاده، صحنه جرم بازسازی شده و کیفرخواست برای هر 4 متهم صادر میشه. حسن به جرم رابطه نامشروع و مشارکت در قتل، راضیه به جرم رابطه نامشروع و معاونت در قتل و 2 نفر دیگه هم به جرم معاونت در قتل بازداشت میشن. دادگاه این پرونده برگزار میشه. مجید و مجتبی میگن ما اطلاع نداشتیم که قرار کسی رو بکشیم، قرار بوده یه معتاد رو به کم برگردونیم. این چیزی بوده که حسن به ما گفته، اما شواهد نشون داده که اونا کاملا میدونستن که قرار کار قتل رو انجام بدن. لوازم و ابزاری که با خودشون آورده بودن برای کشتن بوده، نه برای برگردوندن یه معتاد به کم. راضیه و حسن هم همون حرفای قبلی رو میزنن و روی ادعاهای خودشون هستن. محمد پسر مقتول از قاضی تقاضای اشد مجازات رو برای هر 4 نفر میکنه. قاضی بعد از بررسی شواهد و قرائن حکم خودشو به این نحو صادر میکنه. حسن 100 ضرب شلاق و اعدام، راضیه 100 ضرب شلاق و 10 سال زندان، مجید و مجتبی هر کدوم 10 سال زندان. دوستان کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین. ممنون از حمایتتون. منتظر ویدیوی بعدی باشید.